پناهنده شدن زهرا الهام به استرالیا. زهرا الهام به خاطر رسیدن به استرالیا دین خود را تغییر داد. اکنون زهرا الهام در استرالیا مانند عنایتا الفت به کارهای غیر اخلاقی رو آورده است. اما جالب اینجاست آریانا سعید چرا زهرا الهام را حمایت می کند؟ برای فهمیدن تمام حقایق پشت پرده زندگی زهرا الهام بیننده ویدیوی ما باشید. اما قبل از آن جهت حمایت از من کانال من را سابسکرایب نمایید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذابمان. زهرا الهام نخستین بانوی موفق و هنرمند کشور بود که توانست در برنامه رقابتی ستاره افغان مقام اول را از آن خود نماید. زهرا توانست موفقانه به کشور استرالیا برود. زهرا الهام از خانواده روشنفکر می باشد. زهرا یک خواهر و یک برادر دارد که با تمام خانواده خود به مدتی به کشور پاکستان رفت، اما با تلاش‌های فراوانی که داشت نتوانست بر یکی از کشورهای اروپایی برود. زهرا الهام تحصیلات ابتدایی و لیسه را در پشاور پاکستان به اتمام رسانیده بود. زهرا الهام بعد از ختم پروسه ستاره افغان با کمک و حمایت‌های فراوان آریانا سعید توانست به کشور ازبکستان با تمام خانواده خود برود و در آنجا چندین آهنگ را ثبت کرد که به تعداد علاقمندانش افزود. زهرا الهام در ابتدا برنامه ستاره افغان دختر ساده و زیبا با چهره آرام و معصومانه‌ای که داشت در دل طرفداران خود جا پیدا کرد. زهرا الهام بعد از تلاش‌های فراوان توانست از کشور ازبکستان به کشور استرالیا با تمام خانواده خود پناهنده شود. یک منبع نزدیک به زهرا الهام برای ما میگوید کیس پناهندگی زهرا الهام به کشور استرالیا زمان قبول شد که زهرا الهام دین خود را تغییر داد و دین عیسویت را قبول کرد. اما تا اکنون زهرا الهام درباره حقیقت این موضوع چیزی نگفته است. اما جالب اینجا زهرا الهام مانند هزاران افغان نادیده خارج که به استرالیا رسید با لباس برهنه تصاویر خود را در رسانه‌های مجازی نشر کرد. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را پیرامون کارهای غیر اخلاقی و دور از تصور زهرا الهام در کامنت با من شریک بسازید. سپاس که تا این دم بیننده ویدیوی من بودید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.